بچه امروز گردونه جک 12 اومد. چه گانی؟ گان متیک فوشخور. جز فوشخوری هیچی نداره. من صبح یه ذره سیپی کوچولو داشتم، دوتاشو زدم، یه دونه ایموتشو بهم داد. خیلی جذابه ایموتش، اصلا بمبه، واقعا بمبه. ببین روحو اصلا پرای آدم میریزه، اینه پرای خودش. انصافا ایموت جذابی داره. بعدیش هم بهم سک تو روح این اکتیویژن دوباره کالین کارت. کالین کارتش بازم با مزه است، باحاله. ولی انقدر که به من این کالین کارت داده، یعنی هر گردونه این 10 تای اول فقط کالین کارت. من فکر میکنم اکثرا به خاطر این آرتری جذاب این گردونه رو بزنن. خیلی آرتریش خفنه. حالا یه مقدار کوچیک سیپی هست، بریم بزنیم ببینیم چی میشه دیگه، شانسمون رو امتحان کنیم. این یه ذره از اینجوری ها بکنیم، بریم برای یه 50 تا. بده دیگه، خداییش آرتریو بده. اک گانو داد. یک گانه نمیدونم چیه این، بذار ببینم M4. ولی خب گانش هم خوشگله، خودش اپیک خوشگلی. آقا بریم برای بعدی. بذار یه دونه بیایم عقب، یه دونه دوباره بریم، یه دونه اینجوری دوباره بکنیم، بریم یه 120 تای بعدی. بده دیگه. 4. آخه 4 با 4 هم تو 4 متر اکتیویشن. یه ذره دوباره اینجوری کنیم. فعلا 2 تا از این ور داده، 2 تا هم از اون ور. بریم روی گان وایسیم. آقا یه 200 میده. سفیدی بده. بده. دوباره استیم شات. آها یه 320 دیگه هم بزنیم. نمیدونم ببینیم چی میشه. یه ذره دوباره اینجوری بازی کنیم، روی گان وایسیم. بذار یه دونه بیایم بیرون، دوباره بریم روی گان وایسیم. 320 آخریشه دیگه. آرتریو بده، خدا وکیلی آرتریو بده. یه لحظه روش وایسادا. چتر چی آخه؟ تو روحت نداد آقا، نداد. بچه سی پی بی خودی حریمش نکنید. گردونه باحالی نیست به نظرم، خیلی گردونه خفنی نیست.